تلگرام کانال شد اسم 4 نفر دستگیر شده با اتهام حمله خونین به مغازه پیتیورچکا در حدود نویای ایسترای ولایت مسکو را نشر کرد. بنا به اطلاع این کانال این 4 نفر هم زادگان تاجیکستان بوده رسما در یگان جا کار نمی‌کردند. ظفر خدایقلوف 29 ساله از سال 2017 در روسیه قرار داشته به ثبت نام زندگی میکرد. حبیب الله محمدیف 21 ساله موقتا در ولایت مسکو ثبت نام داشت. 43,000 روبل از پولهای غارت شده را از حجره وی پیدا کردند. نظیرقل باباقلوف 19 ساله او با محمدیف در یک حجره ثبت نام داشت. اکبرعلی برهانوف 24 ساله از سال 2020 در روسیه قرار داشته در شهر مسکو ثبت نام داشته است. خبرگزاری تاس خبر داد که دادگاه هنوز ماه مارت سال 2021 حبیب الله محمدیف را در فعالیت کاری غیر قانونی گناهکار شناخته حکم اخراج او از روسیه را برآورده بوده است، ولی او با کدام راه توانسته است در روسیه بماند. به اطلاع منبع دیگر تاس دست کم 1 نفر از این 4 نفر دستگیر شده قبلا حدود 1 سال در شبکه مغازه های پیتیورچکا کار کرده بوده است. حمله به مغازه ساعت قریب 12 شب 8 بانوم فوریه وقتی روی داد که مغازه باید بسته میشد و مدیر مغازه ناتالیا پاشکووا شوهر او سرگئی پاشکوف که برای بردن زنش اومده بود و کسیر لیودمیلا ویاتکینا کارها را به ثبات رسانیده منتظر شوهر ویاتکینا بودند تا مغازه را قلف کرده خانه به خانه بروند. غارتگران 4 نفر بودند ولی تنها 2 نفر آنها به مغازه در اومده، یکی دیگری در پشت فرمان ماشین منتظر شریکانش ایستاده است و یکی دیگر را در پهلوی مغازه قرول ماندند که اگر مبادا آدمان یا پلیس به سوی مغازه بیایند درون بوده ها را خبردار کند. 2 غارتگر نقابپوش مسلح با بیته های بیسبول در قفای مغازه را تق تق کردند. ویاتکینا با این خیال که شفرش آمده است به گلزوک نگاه نکرده در را گشوده است. غارتگران وارد مغازه شده هر 3 نفر در داخل بوده را لت و کوب کردند. در نتیجه ویاتکینا بر اثر جراحت برداشتش در جای حادثه جان داد. مدیر مغازه و شوهرش جراحت‌های جسمانی برداشتند. غارتگران سپس سیف مغازه را کشودند ولی همگی 71,000 روبل را پیدا کردند. آنها پولها را در جیب خود مانده از جای حادثه فرار کردند. در حال فرار در کوچه آنها به شوهر ویاتکینا که به سر زنش آمده بود روبرو شده او را هم کوفتند و چرخهای ماشینش را هم شکاف کردند تا که آنها را پیگیری کردن نتواند. غارتگران بعد این همه به خوابگاهشان در دهه چسنکووا که از مغازه غارت شده 150 کیلومتر دورتر بود رفته آرامانه میخواستند بخوابند، ولی کارمندان پلیس با ایز گرم این جنایت را کشوده الکی ساعت بعد غارتگران را از جاگهشان در آن خوابگاه دستگیر کردند. عبدالله دولتوف رهبر اتحاد تاجیکستانی های روسیه در صحبت با گازیت رو این 4 نفر بازداشت شده را داغ ننگین برای ملت نامید و گفت داغدار کردن آبروی مردم جنایت آنها را باز هم منفورتر و ملعونتر نشان میدهد. من برای چنین آدمان جزای از همه سخت را طلب دارم. برای ما دردآور آن است که آنها مردم ما را بی آبرو میکنند. از همه بعدش آن است که آنها را باز مسلمان خواهند گفت. در چنین آدمان ذره مسلمانی نیست. حیات انسان در اسلام از همه ارزشمند است. ثروت‌های مادی در برابر حیات قدری ندارند، ولی اینها برای نفس بد خود دست به جان یک انسان زدند و از این رو سزاوار شدیدترین جزایند، گفته است دولتوف.